بازم من داریوش مالمیر، بازم یه روز پاییزی قشنگ. دوستان خوش اومدید اینجا چنل من. امروز اومدیم که واسهتون توضیح بدیم که چه میکسایی قراره بدیم بیرون. میکسای خفن تو راهه، ولی به یه شرطی که خواننده‌ها کارهای خوب بدن بیرون، کار آس بدن که ما هم بتونیم میکس خفن بدیم، شما بهتره کنید. دوستان تا اینجا ما کلی تلاش کردیم که موزیکا و پادکست‌های خفن واسهتون درست کنیم، انرژی مثبت بهتون بدیم، تو مسیر موفقیت قدم بردارید. همگی با هم وقتی پیشرفت میکنید ما هم حال دلمون خوبه. آقا ما یه بار میایم اینجا ویدیو ضبط میکنیم، طرف صحبتم با کساییه که 14-15 سالن، ولی تو زندگی نامشون یه تک ترک تنظیمی بگردی پیدا نمیکنی. اینا اسم خودشون گذاشتن دیجی، ولی به نظر من اینا چی هم؟ مارمولک پشت کنتور. من دوست دارم که واسهتون میکسای جدید، کارهای جدید آماده کنم، ولی به شرطی که خواننده‌ها بتونن کار خوب بدن، کار آس بدن که کار ما راحت‌تر باشه. الان یه سری‌ها میان گلایه میکنن که میگن آقا پادکستاتون چرا تکراری شده، چرا مثلا موزیکا یک نواخته، ولی تیم ما سعی میکنه که ریتما رو عوض کنه، یه هارمونی خوب تو موزیک بسازه که مخاطبی که نشسته پای موزیک لذت ببره. مردم هم همینو میخوان، ما هم همینو بهشون هدیه میدیم، ولی فعلا مارکت قفله، ما هم که برنامه‌های خودمون رو داریم. حالا یه سری‌ها میان عشقشو دارن، با دستگاه میان عکس میگیرن و استوری میذارن و نمیدونم اشغال سنگین و نبود فلان. اون دستگاهی که شما دارید میگیرید اینجا واسه ما اسباب بازیه. ما اشغالامون رو قبلا کردیم، ما دنبال فیدبک خوبیم، ما دنبال کار خوبیم. شما دنبال چی میگردید؟ دنبال خط چهارم آدیداسی. Hey y'all come look at this. مارمولک پشت کنتور میگیرم. بابا میدونی چی شده؟ اومدن واسه خودشون تو گوگل رنکینگ درست کردن، اول، دوم، سوم، فلانی چهارم، فلانی پنجمه. آقا جون، آقا شما پسرای منید. وقتی پدر و پدرخوانده اینجا دارن بازی میکنن، این بازی رو بلدن، شما اون ور داستان لینچان بودی، این ور داستان شدی فاتی. شما پسرای مایید. آقا من و حمید حق آب و گل داریم، آبشو به شما میدیم، گلش هم میمالیم صورتتون. Bir kenarda bir köşede görmesen de varlar. Umut gökyüzünde parlar. عشقا یه چیزی در مورد مارکت رپ به شما بگم. خیلی ها میان درخواست میدن، میگن آقا کار رپ بیشتر بذارید، بیشتر بزنید، دوست داریم. بالاخره مخاطبای خودشو داره. دوستای گلم، عشقا میدونی چیه؟ رپ کلن کپی رایتش سنگینه، ولی من نوعی، من داریوش مالمیر تو همه سبکا زدم، ولی سبک اصلیم پاپه. ولی من اومدم آساشو خوباشو واسهتون سلکت کردم که این بچه‌هایی که مثلا این کارا رو تو کافه رستوران، توی تالارا، تو مراسماشون دارن پلی میکنن، تو کلینیکای زیبایی، اون محدودیت فوشه اذیتشون نکنه. ما فکر اونجا رو داریم میکنیم که این حرکت رو پیاده میکنیم، وگرنه ما همه جوره تو همه سبکا 0 تا 100، از دیپ هاوس تا تکنو یا رپ و پاپ و هیپ هاپ و همه سبکا رو زدیم واسه بچه‌هایی که جونشون رو تو این سبک گذاشتن، عشقشون رو گذاشتن. من داریوش مالمیر، داداشم حمید خارجی، ما همیشه دوستتون داشتیم، با جون و دل تا ساعت 5-6 صبح میشینیم کار میزنیم. به خاطر کی؟ به خاطر اینکه حس خوب، انرژی خوب به مردممون ساطع کنیم و اینو بدونید که همیشه همه جوره پشتتونیم. خب عشقا خیلیاتون میایید میگید که آقا شما چرا اجرا ندارید، یعنی اجرای بیرون از استودیو ندارید. اینو میخواستم واسه بچه‌هایی که خیلی سوال کردن توضیح بدم. آقا ما هم اجرا داریم، ولی به شرطی که اجرای خوب داشته باشیم، نه این اجرایی که طرف میاد 3 ثانیه اجرا میکنه پلی بکه. اینا دوست نداریم داشته باشیم. قراره که کلی قرارداد خوب ببندیم، کلی پیشنهاد داریم، پیشنهادات خارجی، داخلی. ما حالا داریم بررسی میکنیم و اسپانسرمون، مدیر برنامه‌مون داره مکاتبه میکنه که اون برنامه آسو پیدا کنه و تنظیم کنه و ما بتونیم بهترین اجرا رو با کوله‌باری از تجربه با شما داشته باشیم. مطمئن باشید ما رو تو شبای یلدا، تو شبای عید خواهید دید. دوستتون دارم.